اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فاطر مکیه. سوره فاطر ما و شما الحمدلله رسیدیم در سپاره 22. سوره فاطر که هست این وجه تسمیش ایره فاطر میگن به خاطر از که در یکی از صفات الله متعال که خلق کننده هست، پیدا کننده هست و فاطر گفته میشه. در اینجا بیان شده در اول آیت ازی و مکی هست به خاطر از که زیادتر در دلایل توحید الله، وحدانیت الله، ربوبیت الله، اسماء و صفات الله بیان میشه. در اول این سوره مبارکه الله متعال تخصیص حمد بیان میکنه در بسیاری از سوره ها که حمد که است یک عبادت است و توحید در حمدی است که انسان مسلمان باید حمد و ثنا و صفت الله را بگوید. و به خاطر اثبات از این رسول الله صلی الله علیه و گفت که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما زیاد مرا توصیف نکنین مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم بسیار توصیف کردن، زیاد برش نادخوانی کردن، زیاد برش شیرخوانی کردن، زیاد تیر توصیف کردن افراطی. بالاخره صفات الله را به عیسی علیه السلام دادن یا در حمد و ثنا و صفت الله شرک کردن. پس توحید در حمد می است که انسان الله را حمد و ثنا و صفت بگوید و بر پیغمبر درود و رحمت بگوید. الحمدلله حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست. توحید حمد و توحید زبانی خاص برای الله هست. او ذاتی که فاطر السماوات و الارض که خلق کننده آسمان ها و زمین است. جاعل الملائکه رسلا، او ذاتی است که ملائکه را پیغام آور، که برای دیگه ملائکه هستند که برای پیغمبران پیغام میارن از جانب الله. و این ملائکه مخلوقات هستند که مشابه خلقت انسان ها نیستند. اولی اجنحت، اینا بالها دارن ملائکه. مثنا، بعضی از ملائکه دو دانه بال دارن. و ثلاث، و بعضیشان سه بال دارن. و رباع، و بعضی از ملائکه چهار بال دارن. یزید فی الخلق ما یشاء، الله متعال زیادت میکنه در پیدایش از اینا ما یشاء، و هان چیزی که خواسته باشه. این الله، یقینا که الله متعال علی کل شیء قدیر، بر هر چیز قدرتمند هست. اینجا توحید است در چی؟ در اسماء و صفات الله. در صفات الله یکی صفات اثبات است، یکی صفات نفی است. صفات اثباتی است که الله متعال بیان میکنه که مثلا الله فاطر السماوات، خالق آسمان هاست، و اینجا میگه که قدیر، بسیار قدرتمند هست. اینال خود امی صفت قدیر الله، صفات که دو ضعف باشه او را نفی میکنه. خود این صفات نیاز نداریم که ما شما کلش یک بیان بکنیم که چطور است. فقط به شکل توقیفی آنچه که در قرآن گفته شده که لا تأخذه سنة ولا نوم، این صفات چی است؟ صفات سلبی را میگن. یکی صفات سلبی هست و یکی صفات ثبوتی. صفات ثبوتی که ثابت شده بر الله مثل قدیر، و سلبی که از الله و چی شده؟ نفی شده. بنابراین هر صفت ثبوتی الله ضد از اون صفاتی که منفی هست و به شان الله شایسته نیست، او چی میکنه؟ نفی میکنه. او صفات سلبی میگن. ما یفتح الله، ما آنچه را که یفتح الله للناس من رحمت، ما آنچه را که الله یفتح باز میکنه یا میگوشه الله متعال بر للناس، بر مردم، من رحمت، از کدام رحمت، فلا ممسک لها، باز هیچ کسی نمیتونه که او رحمت دروازهش بالای تو بسته بکنه. اگر الله سر تو دروازه های رحمت خود باز کرد، کسی رو بسته کرده نمیتونه. و ما یمسکو، و او راه های را یا چیزی را که الله باز بسته بکنه، فلا مرسل له، باز کسی او را باز کرده نمیتونه و او را فرستاده نمیتونه و خلاص کرده نمیتونه من بعدی، بعد از الله. یعنی قدرت این توحید در تصرف است که مالک متصرف همه چیز الله متعال است. و هو، و الله متعال که است العزیز و الحکیم، ذات بسیار غالب در انتقام گرفتن از دشمنان خود، غالب در اصدار اوامر و احکام خود و تطبیق از او، و الحکیم، و بسیار با حکمت است در تشریع خود که الله متعال چی شریعتی را برای بشریت او را چی میکنه؟ تشریع میکنه و برشان بیان میکنه. یا ایها الناس، ای مردم،
اذکروا نعمت الله، یاد کنید نعمت های الله را علیکم بالایتان. هل من خالق غیر الله، آیا شما خلق کننده ای دارین به غیر از الله؟ اتو خالقی که یرزقکم، شما را رزق بده، میدهد شما را من السماء، از آسمان و الارض و زمین. اگر شما فکر کنید بعضی اوقات مخلوقات به اندازه میرسن با وجود تمام امکانات که اینه دیگه از تشنگی میمریم، دیگه او خشک میشه، دیگه 2 سال بعد هیچ او نیست، یک دفعه الله متعال متر چی میکنه؟ برف میبرانه که ببینی که چاها چی که حتی جویها پر میشه، دریای خشک پر از او میشه. متوجه هستین؟ این خالقی که از آسمان زمین بر شما رزق میده. وقتی که الله خالقتان است و رازقتان است، که این توحید ربوبیت است، توحید در افعال الله است. پس مثل مشرکا ور نشین که باز به خالق بودن الله و به رب بودن الله، به رازق بودن الله مشرکین قناعت داشتن. باز وقتی که میگفتی به غیر از الله، به انسان، به بت، به قبر، به مرده، به سنگ، به چوب سجده نکو، عبادت نکو، باز را قبول نمیکردن. یا میگفتن به غیر از شریعت الله قوانین دیگر را قبول نکن، باز اینا میگفتن نه، ما این طواغیت باید قانونشان قبول بکنیم یا قانون پدرای خود قبول میکنیم. الله متعال میگه لا اله، نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا مگر هو، او که الله هست. فانا تؤفکون، پس شما چرا اینجا چی میکنین؟ پس به کدام طرف شما افک میکنین، دروغ میگین، یا به کدام طرف میل میکنین و روی تو را میگردانین؟ و این یکذبوک، آل تسلیت میده به رسول الله صلی الله علیه و آله. رسول الله صلی الله علیه و آله، ای دعوتگر مسلمان، تو که دعوت میکنی این مردمایی که در مغزشان شرکیات جای گرفته، اینا اگر تو را تکذیب میکنن، فقط کذبت رسل من قبل، که قبل از تو بسیار پیغمبران را اینا تکذیب شده بسیاری، فقط کذبت، بس یقینا که کذبت تکذیب کرده شده اند، رسل پیغمبران من قبل، که قبل از تو هم. و الی الله ترجع الامور، و بسوی الله رجوع میکنن تمام همه کارها. یا ایها الناس، حال الله متعال توصیه میکنه برای مردم، میگه ای مردم، ان وعد الله حق، یقینا که وعده الله حق است. فلا تغرنکم، پس شما را مغرور نساز الحیات دنیا، زندگی دنیا. ولا یغرنکم، و شما را مغرور نسازه، فریب ندهد شما را، بالله الغرور، در مقابل الله الغرور و امی شیطان فریبکار، شما را مغرور نسازه. الغرور و شیطان فریبکار که شما در توحید الله، در وحدانیت الله، در ذات الله، در صفات الله شما را مشکوک بسازد. این شیطان، ای مردم یقین داشته باشین که شیطان لکم عدو، دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، این دشمنتان بگیرین. انما یقین داشته باشین که یدعو، دعوت میکنه، امی شیطان حزبه، اعضای حزب خدا، کسایی که در حزب شیطان رفته، هر حزب که در اساسنامه از او ضد شریعت الله هست، این حزب شیطانی هست. الله متعال یک دعوت میکنه امی شیطان حزب خود را، به چی دعوتشان میکنه؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تا که اینا را چی بگردانه؟ از صاحبان دوزخ بگردانن. الذين كفروا، کسایی که کافر شدن، لهم برایشان عذاب شدید، عذاب بسیار سخت است. والذین، و کسانی که آمنوا، ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، اعمال صالحه کردن، لهم مغفرة و اجر کبیر، بر از اینا هم مغفرت است و هم اجر پاداش کبیر بسیار بزرگ. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، افمن، پس آیا او کسی که زین له، زینت داده شده بر از او، سوء عمله، اعمال زشتش، فرآه حسنا، او را بسیار زیبا میبینه. فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، پس یقینا که الله گمراه میکنه بعضی کسا را که خواسته باشه، و یهدی، و هدایت میکنه من یشاء، کسایی را که خواسته باشه. او کسی را که شیطان عمل از او را خراب ساخته و برای عمل زشت از او را زینت داده، آیا او با انسانه که الله متعال اعمال خوب نصیب کرده مساوی است؟ ابدا مساوی نیستن. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، پس ای رسول الله صلی الله علیه و آله بر این کاری که اینا میکنن شما هیچ وقت حسرت و افسوس نخورین. چرا؟ ان الله علیم بما یصنعون، الله با آنچه که اونا میکنن بسیار عالم است. والله الذی، و الله او ذاتی است که ارسل الریاح، قدرت الله را برشان بیان میکنه که الله ذاتی است که این بادها را فرستاده، فتثیر سحابا، باز اینا حرکت میتن ابرها را،
فسقناه الى بلد میت، باز الله متعال میگه ما رو سوق میتیم، روان میکنیم به یک منطقه، برای یک شهری که میت از تشنگی مرده هست. فاحیینا به الارض، باز زنده میکنیم توسط امی آب الارض، از زمین را، بعد موتها، بعد از مرگش. کذالک النشور، اینمی قسم که مخلوقات دوباره، نباتات زنده میشن، زمین زنده میشه، پس نباتات از این میره، اینمی قسم نشور یا زنده شدن شما انسان ها هم پیش الله هست. من کان یرید العزت، اگر کسی یک کاری را میکنه به خاطر از اینکه با عزت باشه، با شخصیت باشه، حرمت داشته باشه، فلله العزت جمیعا، تمام عزت به نزد الله هست. الله تو را عزت میده. الیه یصعد الکلم الطیب، به طرف الله بالا میرود سخنهای پاکیزه. والعمل الصالح، اینمی قسم اعمال صالحه هم به طرف الله بالا رفته میره. یرفعه، او را الله بالا میبره. والذین یمکرون السیئات، اما کسانی که تدبیر میکنن سیئات، زشتی ها را، لهم عذاب شدید، بر از اینا عذاب بسیار سخت است. و مکر اولئک هو یبور، و تدبیرای از این مردم ها، امی تدبیرها چی است؟ یبور و برباد می باشه، بی ارزش می باشه. والله خلقکم من تراب، الله ذات است که شما را خلق کرد از خاک، اصلتان از خاک است، از گل است. ثم من نطفه، بعد از اون نسل شما را از نطفه، از قطرات از آب. ثم جعلکم ازواجا، باز شما را زوج جفت ساخت. و ما تحمل من انثى، و حمل نمیگیره هیچ مؤنثی، ولا تضع، و نه هم او حمل خود به زمین میگذاره، یعنی ولادت میکنه، الا مگر به علمه، به علم الله متعال. و ما یعمر، و عمر نمی کند، من معمر، هیچ شخص زیاده عمر، ولا ینقص من عمره، و نقصان واقع نمیشه در عمر ازی، الا مگر که زیادت عمر و کمی عمر کلش مگر فی کتاب، در کتاب ای کل ازی درج شده. ان ذلك، یقینا که ای علی الله، بر الله متعال، یسیر، بسیار آسان است. و ما یستوی البحران، و برابر نیستند دو بحر. هذا، یکی از این بحرها، حذب شیرین است، فراتون که تشنگی را میشانه. بعضی آب هاست خوب شیرین است، وقتی که آبش می نوشی اما تشنگی تو را میشناسن. سائغ شرابه، بسیار لذت بخش است، خوشگوار است اما آب از او، نوشابه از او. و هذا، و یک بحر دیگر ببینین که ملح، آب شور داره، اجاج، بسیار تلخ، هم شور است و هم تلخ. و من کل تأکلون لحما طریا، شما از هر دو بحر، از بحر آب شیرین و آب شور، شما لحم تازه، گوشت بسیار تازه که انواع مختلف ماهی هاست که شما را میبینید که گوشت تازه بسیار خوبش داره. از ماهی بحری که بحر شور است یک لذت خاص خود داره، ماهیایی که از بحرهای شیرین است لذت خاص خود داره. و تستخرجون، و شما بیرون میکنین از امی بحرها، حلیتا، زیورات، تلبسونها، که باز شما این زیورات میپوشین. و تر الفلک، و میبینی همچنان کشتی را فیه، که در این بحر مواخره، که اینا چی میکنن؟ یا باخره، عرب ها امو کشتی های رو میگن که او چی میکنن؟ پاره میکنن و حرکت میکنن، میبتنی باخره هست، یعنی آب پاره میکنن و در آب در حرکت هستن. لتبتغوا من فضله، تا که شما بجوید از فضل الله که تجارت بکنین. ولعلکم تشکرون، و شاید که شما شکر الله را بکنین. پس این کلش مجموعه از نعمتهای الله هست که الله متعال این نعمتها را بر شما داده که شما از نعمتهای الله را بخورین و شکر الله را بکنین. یولج اللیل فی النهار، شب در روز داخل میکنه، و یولج النهار فی اللیل، و روز در شب داخل میکنه. و سخر الشمس و القمر، و بر شما آفتاب و مهتاب مسخر ساخته. کل یجری لاجل مسمى، تمام از اونا در جریان هستند تا یک وقت معین و مشخص. ذالکم الله ربکم، اینی کسی که تمام اینا را خلق کرده، اینی الله هست که او رب شما هست. له الملک، که تصرف و مالکیت و قدرت مخصوص حضور هست. والذین تدعون من دونه، و کسانی که شما صدا میکنین بغیر از الله
دیگه مخلوقات به خاطر دفع مشکلاتتان ما یملکون من قطمیر، اونا مالک یک پردگکی که در بالای خسته خرما می باشه. شما که خرما را بخورین خستگکش بکشین، در روی می خستگک ازی یک پردگک از زیر عرب ها قطمیر میگن، میگه به اندازی امی پوست خسته خرما هم اینا چیز صلاحیت ندارن. ان تدعوهم، اگر شما این معبودانی که شما این قبرها و این مجسمه ها و این درخت ها و این بربو و این مثلا اسپند و این چوب ها و این چیزایی را که شما اگر صدا بکنین لا یسمعوا دعاءکم، اونا دعای شما را، شما همیشه میرین دستتان به مخلوق بلند میکنین که او فلان شخص بر ما کمک، او فلان مجسمه، او فلان صاحب قبر، او فلان شخص. الله متعال میگه یا صدای شما را نمیشنون، ولو سمعوا، و اگر یا بشنوه هم مستجابوا لکم، بر شما استجابت کردن نمیتونه. چرا؟ المجیب، اجابت کننده دعاها الله هست. الله دعای تو را اجابت میکنه، یا مجیب نیستن. و یوم القیامت، باز اینمی کسایی که شما بر از اونا بسیار اخلاص میکنین، دیگ الوار میبرین، پیش از او مثلا بز ذبح میکنین، شتر ذبح میکنین، حیوان ذبح میکنین، میوه میبرین، باز اینا کلشان خودشان یک فرو به شرک کن، باز کافر میشه به شرک شما، یعنی شما را باز ملامت میکنن و انکار میکنن. اینجا و باز انکار میکنن، کفر به معنای انکار است. باز پیش الله میگه که یا الله این مردم دروغگوی هستن یا فریبکار هستن. در روز قیامت الله متعال عیسی پسر مریم استاد میکنه، یا عیسی آیا تو برای گفتی که تو را بغیر از من عبادت بکنه؟ عیسی علیه السلام میگه پروردگارا تو خود میفهمی من نگفتیم، من از این مردم بیزار هستم، رویایشان سیاه میشه. باز یک پیغمبر دیگه استاد میشه، کسی که پیغمبر عبادت کرده باشه. باز یک ولی از اولیاء الله استاد میشه که ای ولی از اولیاء الله تو بر از اینا گفتی که به عوض الله مرا سجده بکن. الله متعال میگه که و یوم القیامت، در روز قیامت یک فرون باز اینا انکار میکنن به شرککم، به شرک شما. باز میگه یا الله یا مشرک هستن یا بیدین هستن، یا به عوض که دست دعا رو به بارگاه تو بلند بکنن به بارگاه ما بلند کردن، عوض تو از تو بچه و دختر بخوای از ما خواستن، عوض که بر تو سجده بکنن بر ما رکوع و سجده کردن. کل از اینا من نمیخواستم یا اشتباه کردم. و یوم القیامت، و در روز قیامت یک فرون انکار میکنن به شرککم، به شرک شما. ولا ینبئک مثل خبیر، باز اونا خبر نمیدهند تو را مانند یک ذات با خبر. او بیچاره از حالت خود بیخبر است، خودش مشکلات خود حل کرده نمیتونه. او چطور میتونه که باز مثلا تو اسپند در میتی و اگه اسپند کدام کمال میداشت خودش ججق نمیشد، درج میتی میگه اسپند بسیار کمال داره. چی کمال داره؟ تو درج دادی. اگه کمال میداشت مانع ازی میشد. این موره مرا میتونه که از بلا نگاه بکنه، تو پرتوش در خاک انداز، اگه خود از خاک انداز کشید باز بسیار خوبه. بت است، این بت ما را میتونه که دنیا را نگاه کنه. تبر بگی تو برو یک دو دانه بت کلایش برش بپران، خودت شور داده میتونه؟ نه. پس الله متعال میگه کنا چیز کرده نمیتونه. یا ایها الناس، مردم، انتم الفقراء، شما در مقابل الله فقیر هستین. انتم الفقراء الی الله، شما محتاجان هستین به الله. والله، و الله کس هو الغنی الحمید، ذات است که بی نیاز است، شما نیازمند هستین. الله هست که الحمید، حمد و ثنا و صفت شده هست. شما هستین که عاجز و بیچاره و بینام و بینشان هستین. این یشاء، اگر بخواید الله یذهبکم، کل شما را میبره، کلتان هلاک میکنه. و یأتی بخلق جدید، باز یک مخلوقات جدید خدا میاره. قبل از شما جنها بودن، اشتباه کردن، الله متعال کل از اونا را برد، عوضش خلافت بر شما نصیب کرد. اگر شما گمراه شوین مثل قوم عاد، قوم ثمود، فرعونی ها، هلاکشان کرد، عوضشان کسای دیگه آمدن. این یشاء اگر بخواهد یذهبکم، میبرد شما را و شما را فانی میسازه. و یأتی بخلق جدید، و میآورد مخلوقات جدید را. و اما ذلک علی الله بعزیز، این کار پیش الله این سختی نداره، هیچ دشوار نیست. ولا تزر وازرة وزر اخرى، فکرتان باشه هیچ کس متحمل گناه کسی دیگه نمیشه. تو اگر نماز میخونی، تو اگر قمار میزنی، لدو میزنی، در روز قیامت امی وادی جان کندنت، میگه ملائکه که باز میان روح زیر قبض میکنن،
دمونجا با صدا میکنه به مون نامهایش. کی است این روحی؟ کی است این روحی؟ قمارباز است، این روحی لدوباز است، این روحی شرابی هست، این روح فلان بدبخت است. اناله ولا تزر وازرة وزر اخرى. باز گناه تو در سر ما بار نمیشه و نه هم گناه ما در سر تو بار میشه. هر کس گناه خودش به خودش تعلق داره. اللهم الا که او کسی که گناهش به تو بار میشه کسی است که زیر دست تو باشه، بچه‌ت باشه، دخترت باشه، فامیلت باشه، ناموست باشه. باز وقتی که تو در قسمت از اون به تفاوت باشه، الله گفته که قوا انفسکم و اهلیکم، باز اونجا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. اما اگر از رعیتش نبود، باز هر کس متحمل چی میشه؟ گناه خودش میشه. تو که شو خو کردی و فلم سیل کردی، من خود ضامن تو نیستم. ولا تزر و بر نمیدارد وازرتون هیچ بردارنده وزر اخرى گناه شخص دیگری را. و این تدعو مثقلة الى حملها، و این تدعو و اگر ای طلب بکند مثقلة یک بار گران را الى حملها به مو بار خود زیاد کرده بره، لا یحمل منه شیء بالای برداشته نمیشه از او چیزی. اگر این مردم بگه کو مردم بیاین یک ذره بار مرا بردارین، بیاین اگه این بار ما بسیار گرنگ است امیر یک کمک کم بکنین، هیچ چیزی از او برداشته نمیشه. هر کس همو گناه های خودش در پشت خودش است. کسی دیگه نمیتونه که بگه تو باش همین گناه های تو را من بردم. بسیاری کسا میگروزه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، کلگی میگروزن. تو فکر میکنی که والا این بچه من دیگر نام خدا چه خوب تکواندو باز از خوب قوی است، باز یک برجی مرا پشت میکنه. او بیخی تو میگروزه که تو باش مریج نبینی، هیچ نشناسی. خب ولو کان ذا قربا، ولو که اینمی شخص اقاربتان باشه. و این تدعو و اگر دعوت بکند مثقلتون، یک کسی که بالایش مثقلتون الی حملها، یعنی یک کسی که بارش بسیار گرنگ است، او به بار خود مردم دعوت بکنه که بیا از این بارک گرنگ من یک چیزی را تو پشت کو، یک کمک سر ما بسیار است. یک نفر موتر رو دزدی کرده کلان موتر در تخته پشتش بار است. یک کسی پیسه را دزدی کرده برجای پیسه در پشتش بار است. یک کسی تایپ دزدی کرده تایپ است، خطرناک است. یک کسی شتر را دزدی کرده شتر تا سر شانه‌اش بار است. حالا هر کسی که هر غلطی که کرده که در پشتش بار است، این دیگه بازیگرا رو صدا میکنه که اگر صدا بکنه که بیا از این بار ما یک کمک کم بکن، لا یحمل منه شیء، هیچ چیز از او حمل نمیشه. ولو کان ذا قربا، ولو که کسی که صدا میکنی او بسیار از اقارب نزدیکت باشه، پدرت باشه، بیادرت باشه، خواهرت باشه، خانمت باشه، دخترت باشه. تو رفتی که چقدر کسایی که اشتباه میکنه رشوت میخوره، حرام میخوره، بازور میاره به بچه خود خوب کالای لکس میخره، بر دختر خود میخره، خانه جور میکنه دیگه، سعی برای خانم خود، باز خانمش برای خوار خود پایوازی میکنه، بازی دیگه خوشحال است برای خسر برای خود پایوازی میکنه. این حال کلی بارها در روز قیامت که شد مادر اولادا تو خوردی، تو بیا یک ذره از این بارو میگه خاک دست سرت، مرام گناهکار ساختی، نمازای من چقش قبول نشد از خاطر تو بدبخت که غذای حرام برام آوردی و خودت چیستی. چقدر بدبخت انسان است که دیگر را بخوره و جواب باز تو بیتی الهی توبه. از این خاطر زورت که نرسی به مادر اولادا پیاوه بیار بگو عزیزم اینم پیاوگه که نوش جانت، ما گوشت حرام برای تو آورده نمیدم، اون فلانی طلای حرام آورده و فلانی مثلا خانه حرام ساخته، قربان همی خانگه که کرایی، ما هیچ نداریم و غم هیچ نداریم، دستار نداریم و غم پیچ نداریم. دمی شهر که میرینی سر بایسکل که سوار باشی یا پیاده رو باشی هیچ کس استادت نمیکنه، نه لیسانس کار داری نه جواز سیر. اما اگر موتر لکس داشتی باز کلگی بد میگه الان تو استاد کن، علی پلیتایت نشان بده، علی شیشای که چیزا را که دیش ماندی ایره از کجا کردی، طول بکس شسایی کن. از این خاطر انسان کوشش کنه که بار خدا، بار گناه های خدا در آخرت زیاد نکنه. بدبخت است کسی که همین آیت قرآن نمیفهمه. این آیت قرآن بسیار درس کلان است. ولو کان ذا قربا، ولو که از اقاربتان باشه، بیادر شیرینت باشه، پدر شیرینت باشه، مادر شیرینت باشه، خانم شیرینت باشه، دخترها و بچه‌هایت باشه، کلش فرار میکنه. دید که در سر بابه موتر بار است، حالا یک دو تا تایرش سرشانی میمونه میگروزه. لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربا انما
الله متعال میگه که یقین داشته باش، تنظرو که تو میترسانی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الذین کسانی را میترسانی که یخشون ربهم بالغیب، که اینا از الله در غیب میترسن، ایمان دارن به علم غیب الله، در توحید علم غیب الله موحد هستن. و اقام الصلاه، نماز بسیار خوبش میخونه. نماز خود از ننه کلان خود یاد نگرفته، از بابا کلان خود یاد نگرفته که 60 سال دعای قنوت یاد نداره. یک کس دعای قنوت شله بود که میخوانم، باز چی میخوانه؟ و نکفرک ولا نشکرک. او کاکا جان تو خود کفر میگی و نکفرک، این واسه که بگه و نشکرک و نکفرک، دندانکایش از پیشش غلط شده دیگه. 30 سال است همی تو خواندی؟ والا هر خفتن بر الله گفته که و نکفرک و تو کافر میشیم ولا نشکرک. الله متعال میگه این قسم نماز نخوانین. ببینین که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم نماز خوانده. صفت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوان که شیخ البانی 200 حدیث ذکر کرده در اینمی که 200 حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز تطبیق بکنی، باز تو اقامه نماز کردی. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلاه و من تزکى. الله متعال میگه یک قاعده بسیار قوی، یک فرمول اسلامی قوی، و من تزکى فانما يتزکى لنفسه. کسی که پاک میسازه عقیده خدا، کسی که پاک میسازه اخلاق خدا، تزکیه به معنای پاکی هست. کسی که پاک میسازه اول عقیده خدا در ذات الله، در صفات الله، در عبادت الله، در اطاعت الله، در اسماء و صفات الله. کسی که عقیده خدا پاک میسازه، اخلاق خدا پاک میسازه، عبادت خدا عبادت خوب میسازه پاک به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم، و مال خدا پاک میسازه از حرام و شبهات حرام. الله میگه فانما یتزکى لنفسه، این تزکیه منفعتش بر نفس خودش است. پاک کرده برای خود، منفعتش به خودش است. کسی که ماستری میگیره بر خود میگیره، کسی که دکترا میگیره بر خود میگیره. اینمی تو در آخرت هم تو که رتبه بلند میگیری، کدام کسی هست که کدام تان دکترا بگیره باز بیای بگه استاد همین دکترا رو بر من میدادن، اینه من به نام شما نوشته کردم. اوه چقدر خوبش. یا تقدیر نامه تا بگه امیر به نام من نوشته نکن. هر کس وقتی که کار میکنم به خودش، همین قسم در دنیا هست، همین قسم در آخرت. و الی الله المصیر، و به سوی الله بازگشت است. الله متعال یک بحث مقایسوی را میکنه و میگه که او مردم و ما یستوی الاعمی والبصیر، او کسی که چشم ظاهری داره قلبش کور است، ای با کسی که قلب روشن داره و بینایی قلبی داره مساوی نیست. و ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات والنور، همچنان مساوی نیست تاریکی و روشنی. شما در یک اتاقی که تپ و تیاری است، تاریک است، در اینجا میرین تاریک است، برات غوری نان مانده شده، تو دگو لغت تماندی. یک وقت سعی میکنه او ولی چه خوب یک غوری شوله بود دبینش خوب هم قروت هم بود، چی کردیش؟ والا مردارش کردم. چرا خانه پر پلا مردارش کردی؟ والا تاریکی بود، کمی رفتم اول لغتم اثر زمان مانده. آیا او کسی که با اتاق سالون غذاخوری میره روشنی هست مساوی است با او کسی که در تاریکی در داخل اتاق داخل میشه؟ آیا کسی که با نور ایمان زندگی میکنه و با تاریکی کفر مساوی هستن؟ الله میگه ولا الظلمات، نه تاریکی های کفر، ولا النور، و نه هم نور ایمان هیچ وقت مساوی نیست. ولا الظل ولا الحرور، آیا اگر یک کسی در درجه حرارتی که در 47 48 درجه 50 درجه رسیده، یک کسی در زیر یک سایه بسیار لوکس که همون تو خوب آیر کندیشن است در اونجا هست، و یک کسی که در زیر باد گرم که در روش تندور وارد زده میره متعاتش مساوی هست؟ ابدا. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، الله میگه مقایسه بکنین، زنده و مرده هیچ وقت مساوی نیستن. این الله یسمع من یشاء، الله میشنواند هر کسی را که بخواه. تو قلبی برش میده که حق بشنوه
و از کلمه قرآن درس بگیره بر ساختار شخصیت و ساختار اخلاق و ساختار ایمان و ساختار زندگی خود. و ما انت بمسمع من فی القبور، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو کسایی که در قبر هستی را شنوانده نمیتونی. این انسانی که قلب کثیف داره مثل مرده است، سر مرده 200 صدا کنی خودش جواب داده نمیتونه. یگان وقت کدام مرده را اگه بشوین برش بگی یکمک پالیت بالا بگی مرده بیشتر قرار کن، تو هیچ شنونده نمیتونی. این انت الا نذیر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو فقط نذیر هستی از عذاب الله، دشمنای الله را بترسان. انا ارسلناک، یقینا که ما تو را فرستادیم. الله شهادت میده بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما تو را فرستادیم بالحق، با توحید. این توحید ما تو را وظیفه میده که بشیر و نذیر باشی، مردم بشارت بده به جنت موحدین را، و نتیجه شرک هم برشان بگو که یا به دوزخ میرن. و این من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امت نبوده مگر الله به اساس رحمت خود بر از اونها یک ترساننده را روان کرده. اگر پیغمبر نامده دعوتگر این در دان خانه تا آمده، در درون خانه تا آمده، صحیح است نه؟ در داخل موبایل تا آمده، در فیسبوک تا آمده. فیسبوک دواز میکنه که کلش قرآن است. هی از اون فیسبوک هم استفاده مثبت نمیکنه. بیادرزاده و خورزاده تسل میکنه تو را به طرف دین الله دعوت میکنه. تو میگی وی رسه که یک زیر دست ما کلان شدم، یا سه زیر دست تو کلان شدم. خود تو از اون کلانی تاباله چند سپاری قرآن ترجمهش میفهمی. پس الله متعال میگه هیچ کس نیست مگر ما که بر از چی روان کردیم؟ ترساننده ای. و خصوصا آل صدای قرآن در تمام خانه های دنیا هست. هر کسی که موبایل داره قرآن پیشش است، هر کسی که اینترنت داره قرآن پیشش است، به تمام زبان ها. یک سایت از به نام سلطان sultan.org در اونجا قرآن شریف به ترجمه فرانسوی، ترجمه انگلیسی، ترجمه اردو، ترجمه فارسی، ترجمه چینایی، ترجمه مالزیایی، ترجمه زبان ساحلی افریقایی، زبانهای مختلفی ببینید ترجمه. سبحان الله که برای هیچ کس دلیل باقی نیست. و این من امت الا خلا فیها نذیر و این یکذبوک، و اگر تو را تکذیب کردن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ای دعوتگر اسلام، ای جوان مسلمان، اگر مردم تو را تکذیب کردن فقط کذب الذین من قبلهم، یقینا که پیش از اینا کافرای دیگه هم همین عادت‌ها را داشتن، مشرکای دیگه هم همین مشکل داشتن، بدعتکارای دیگه هم همین مشکل داشتن، تکذیب میکردن. جاءتهم آمد برشان رسولهم، پیغمبرایشان. جاءتهم وقتی که بی داخل شد در بیانات باز این متعدی میشه، اینجا باز نمیگه که جاءتهم، میگی آورد برایشان. جاءتهم آورد برایشان رسولهم، پیغمبرانشان، بالبینات دلائل روشن را، و بالزبر و صحیفه ها را، و بالکتاب المنیر و کتاب های بسیار روشن. برای هر کس کتاب، صحیفه، قرآن، حدیث، سنت. ثم اخذت الذین کفروا، باز الله متعال میگه ما گرفتم مؤاخذه کردم کافران را. فکیف کان نکیر، باز چه قسم بود عذابشان؟ علم ترا یا ندیدی ان الله، یقین که الله متعال انزل، نازل کرده من السماء، از آسمان، ما ان آب را. فاخرجنا، پس الله متعال میگه که ما با عظمت ما خارج کردیم بهی، توسط همین باران، ثمرات، میوه های مختلف را، الوان ها که رنگ های بسیار مختلف دارن، زرد، سرخ، سبز، رنگ و رنگ میوه هاست. و من الجبال، و همچنان الله متعال میگه از کوه ها جدد، حصه ها هستن، بید و حمر، بعضی کوه ها را ببینی که گلشان سفید است، بعضشان گل سرخ دارن، مختلف الوان ها که رنگای سنگش، رنگ گلش، رنگ کل چیز از مختلف است. و غرابیب سود، بعضی ها بسیار عمود و سیاه خالص هستند. و من الناس و الدواب، و من الناس، و بعضی از انسان ها، و الدواب، و همچنان از حیوانات، و الانعام، و همچنان از چارپایان، مختلف الوانه، شما حیوانات هم ببینید که رنگ های مختلف دارن. کذالک، این چنین، انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا از الله که زیاد میترسن علما. کی عالم است؟ تو که هر آیت قرآن خوانده میری یک درجه علم تو بلند میشه. 1000 آیت داشت چی؟ 1000 درجه علمی داری. 6000 آیت قرآن معنایش فهمیده، 6000 درجه علمی داره. به اندازه 6000 حدیث خواندی 6000 درجه علمی پیدا میکنی.
پس اینی کسایی که آیات قرآن بیشتر میخوانن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و بیشتر میفهمن و باز از الله بیشتر میترسن. و همچنین علمای ساینس و تکنولوژی هم بیشتر مسلمان میشن. اکثر علما را ببینید که در ساینس، در طب، در ریاضی، در کیمیا، در فیزیک، در علوم طبیعی، در علوم اجتماعی، در زبان شناسی، در یا تخصص قوی دارن، بالاخره اینا پی میبرن به قدرت الله. انما یخشى الله من عباده العلماء. ان الله یقینا که الله متعال عزیز، بسیار غالب است، غفور مغفرت کننده است. ان الذين یقینا کسانی که یتلون تلاوت میکنند کتاب الله، کتاب الله را، و اقاموا الصلاه و اقامه میکنند نماز را، و انفقوا و نفقه میکنند مما رزقناهم از آنچه که برشان رزق دادیم، سرا و علانیه، هم به شکل سری و مخفی و هم علنی و آشکار، یرجون تجارتا، امیدوار یک تجارتی هستند که لن تبور، که هیچ وقت برباد نمیشه. بهترین تجارت با الله هست، با الله هست. با الله چی است که چه قسم تجارت میکنی؟ وقت تا به الله میتی، انرژی تا به الله میتی، مال تا به الله میتی، این سه ثروت در راه دین الله مصرف میکنی. این در حقیقت الله متعال در مقابل این سه ثروت تو برای تو ثروت های دیگی میده. بهترین تجارت با کی است؟ با الله هست. الله میگه که اینا یرجون تجارتن، باز این مردم مردمای هوشیار هستن که تجارت میکنن که لن تبور، هرگز او برباد نمیشه و از بین نمیره. لیوفیهم اجورهم، تا که الله متعال به شکل کامل بدهد برشان پاداششان را، و یزیدهم من فضله، و زیاد بکند الله متعال از فضل خود. انه یقینا که الله متعال غفور، بسیار بخشاینده هست، شکور، بسیار قدردان. سبحان الله، الله شکور است، قدردان است به عقیده توحید تو. عقیده توحید تو را بسیار قدر میکنه، فهم قرآن تو را بسیار قدر میکنه، عمل نیک تو را بسیار قدر میکنه. والذی، و آنچه را که و اوحینا وحی کردیم ما با عظمت و قدرت و جلال خود، الیک به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من الکتاب، از کتاب قرآن است و یا سنت است، هر چیزی که الله وحی کرده. و الله دو قسم وحی فرستاده، یک وحی جلی هست که قرآن است، یک وحی خفی هست که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این 14 قرن است که علما تکرار کرده میرن، قرآن و سنت. الله متعال میگه آنچه که ما وحی کردیم بر تو از کتاب، هو الحق، اینمی حق است، مصدقا، تصدیق کننده هست، لما بین یدیه، به آنچه که در مقابل دستانش است، یعنی تصدیق میکنه کتابهای قبلی را، زبور، تورات، انجیل، او کتابهایی که دست نخورده بودن اما او را که باز تحریف کردن، تحریفاتشان تصدیق نمیکنه. ان الله بعباده، یقینا که الله متعال به بنده هایش لخبیر، بسیار با خبر است، بصیر، بسیار بینا هست از حالشان. ثم سپس اورثنا، به میراث گذاشتیم یا میراث خورد ساختیم، یا به میراث دادیم ما با عظمت و قدرت خود الکتاب، کتاب را، الذین، به او بنده های خود که اصطفینا، ما اونا را برگزیدیم، من عبادنا، از بنده های حقیقی ما، فمنهم، پس آل ای بنده هایی که برشان ما این کتاب گذاشتیم، قرآن و سنت گذاشتیم، این سه قسم تقسیم شدن. فمنهم ظالم لنفسه، یک قسم از یا کسایی هستند که خودشان سر نفس خود ظلم کردن، و منهم مقتصد، بعضشان اقتصاددانا و متوسط هستند. یک تعدادشان مقتصد هستند، متوسط هستند، گاهی عمل نیک میکنن، گاهی هم از پیششان اشتباهات میشن. و منهم، و بعض دیگهشان سابقون بالخیرات، که اینها در کارهای نیک همیشه پیش دستی میکنن. مسابقهشان در چی هست؟ در نیکی ها هست. ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه میگه من همیشه که ابوبکر صدیق مسابقه میدادم، کو خبر نداشت، میخواستم که سبقت کنم از او در اعمال نیک. باز هر عمل نیکی را که میخواستم بکنم، میدیدم که ابوبکر صدیق وقت تو کار کرده. همیشه میگه ابوبکر صدیق از مکه در نیکی ها پیش بود. یک زن بیواره میخواستم کمک کنم که میرفتم، او بر من میگفت که ابوبکر صدیق وقت اینقدر کمک آورد. یک یتیم کمک میکردم، کفالت میکردم، وقت میگفت ابوبکر صدیق بر ما اینقدر چیز آورد. یک کس را میخواستم راهنمایی بکنم که یک 4 نفر به طرف دین الله هدایت شود، وقت سعی میکردم که ابوبکر صدیق رفته اما تو بزرگ شخصیت داره، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، یارا کلشان آورده دعوت کرده به طرف دین الله، کلشان من کلمه میخوان.
میگه حتی یک وقت صدا شد که به خاطر جهاد شما مال جمع کنین، میگه من گفتم امروز مسئله مال است. در مال بسیاری کسا که از دینداری بسیاری کسا خوب نماز میخوانن، خدا مال که شب باز جیبایش خشک میباشه. عمر رضی الله عنه گفت که حالا مسئله مال است که من ان شاء الله دی حتما از ابوبکر صدیق در رتبه پیش میشم. میگه رفتم در خانه، همین کل مال خانه خدا نصف کردم. اگر 4 تا فرش داشتم 2 تایش ماندم، 2 تایش شکت خود گرفتم. اگر 4 تا مال داشتم 2 تایش ماندم، 2 تایش شکت خود نصف کردم. کل خانه خدا آوردم در میدان، منتظر بودم که ابوبکر صدیق بیاد، شاید یکی کمک چیز آورده باشه من دیگه امروز سبقت بکنم در این کار خیر. میگه یک وقت سال میکردم که ابوبکر صدیق چیزی که مال خانهش بود کلش آورده بود. ما اینه ایره چی میگن؟ و سابقون بالخیرات. این سبقت در نیکی ها در کدام خیرات؟ به اذن الله، در اون صدقاتی که الله اجازه داده. بعضی کسا از با سبقت میکنن در روز 2، روز 3، او خیرات نیست، نامش خیرات میمونه. او خیراتی که به اذن الله باشه، در شریعت الله ثابت باشه. این روز 2، روز 3 و شب جمعه تو هر قدر پیش دستی بکنی او هیچ به دردت نمیخوره. چرا؟ او خودت سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. روز 2 رسول الله صلی الله علیه و آله کی گرفت؟ تو از صحابه که رسول الله صلی الله علیه و آله دوست داری؟ روز 3 رسول الله صلی الله علیه و آله کی گرفت؟ برای رسول الله کی شب جمعه کرد؟ کی چل کرد؟ ابدا این چیزا وجود نداشت. هیچ نیست. پس معلوم میشه که سبقت در نیکی ها، خیرات نیکی ها را میگن، فرایض، واجبات، سنت ها، مستحبات به اذن الله، او چیزی که الله او را چی کرده؟ اجازه داده هست. ذالک، باز اینی کار کردی، هو الفضل الکبیر. او وقت باز تو انسان هستی که فضیلت بزرگ داری. باز او فضل کبیر چی است که الله بر تو میده؟ جنات است، باغ‌های است، عدن که همیشه جای اقامت توست. یدخلونها که در داخل میشن، یحلون فیها، باز در این زیورات بر از اونا پوشانده میشن، من اساور، از زیوراتی که در دست ها می باشه، من ذهب و لؤلؤ. سیل کنی که جنتی یک دانه ساعت لکس که خالص طلا هست و زیورات است. اونجا باز طلا هم برای مردا حلال است دیگه. لؤلؤ مرواریدا هست. و لباسهم فیها حریر، باز اونجا لباسشون هم از ابریشم خالص است. و قالوا، باز جنتی ها میگن الحمدلله، حمد و ثنا و صفت از بر الله، الذی اذهب، او ذاتی که از ما برد، عنا، از ما، الحزن، غم را، هیچ جگه غم نداریم. ان ربنا، یقینا که رب ما که هست، لغفور شکور، بسیار مغفرت کننده و شکر. راستی در دنیای 60 سالی زندگی تمام روز جگر خون بدیم والا، سختی ها سر ما بود، غم بود، درد بود، از این طرف از این طرف از این طرف. در فیسبوک ها هم صاحب که بیکار میمونن، سر ما تومت ها میشد، گپ ها میگفتن. آل دیگه چی است؟ آل دیگه صاحب کسایی که سر ما تومت کرده و در فیسبوک های خود سر ما دروغ نشته کرده، در قنطره دیگه ببینی که همون تو جغلک میشن. ما هم دیگه سایلشان داریم. بیا استاد سایی که فلانی سر تو در فیسبوک ساختن، فلانی سرتی تومت کرده. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جوز جو. فیسبوک از فیسبوک بروید. فهمیدی؟ باز اینجا جزای فیسبوک تا میبینی. روز 200 دانه فیلمای خراب سیل میکنی، روز 500 تا دخترای برهنه را در فیسبوک که سیل میکنی. دیگه صاحب لایک کردیم دیگه، حالا چطور کنم؟ بازو زن می لچ، بازو بچه می لچ، باز دیگر می اندامش، از این سرش، از این کلهش، از این کمرش، از این یارو خو میبینی. باز دمق مردارخوری ها دلت یخ نکرد. باز می بر ما بیچاره که هیچ تلفنک ما از تلفنکای فکسول میگن، چی میگن؟ ده هیچ فیسبوک میزبوک نیست. با سر ما نشته میکنن استاد دایی در فیسبوک خود. فیسبوک پیش شما باشه. ما قرآن عظیم الشان کتاب ماست. خوش هستیم که در قرآن مشغول باشیم، خوش هستیم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله مشغول باشیم. اگر کدام وقت فیسبوک فهمیدیم که دعوت کارش میشه، باز دوام اون برادرای جوانا هست، باز اینا در فیسبوک ها جوانای دیندار داریم که اونا باز در فیسبوک درسای ما رو هم میپرتن، مردم استفاده میکنن. ما دیگه چی کنیم؟ وزیر کی دریوری میکنه؟ فیسبوک دوانی خود موتروان داری. وقتی که موتروان داشته باشی تو قرار رسید تو دوم شیشتی بتی بچیم یک بوتل یخ. این از ما کسی تو لکس شیشتیم فیسبوک بانی دریوری رو شما بکنیم.
و قالوا و میگوین امی جنتی ها الحمدلله، حمد و ثنا و صفت از بر الله الذی، او ذاتی که اذهب عنا الحزن، این غم های دنیایی را کلش از پیش ما برد. در دنیا همیشه مسلمان که از دنیا که از دوزخ مسلمان است، که در موتر 2000 ابدام که چکر بزنی به خاطر ازی که از می ترسی از عذاب الهی، از مسئولیت. یک افریقایی بود، این بسیار استغفار میکرد و توبه میکرد، بسیار دیندار شده بود. وزیر گفتن که تو چطور تو دیندار شدی؟ گفت حالا در کشور عربی هم متقطع اولادایم، غریب استاد بودیم، یک نفر موتر بسیار لکسه که $1,00,000 قیمت موتر ازی بود. میگه یامد مرا گفت که بیادر چرا اینجا سادسی؟ میگه من گفتم والا این طفلک ما مریض است. میگه طفل مرا برد شفاخانه، تداوی کرد، دوام برش خرید، خانه ما را برد اونجا، در خانه ما رفت، در خانه ما آیر کندیشن نصب کرد، فرش آورد، کل چیز آورد. میگه پرسانش کردم چرا این کارا رو میکنی؟ برش گفت که همین دنیا که است، اگر موتر $1,00,000 هم باشی غم و ترس داری که باز الله در باری عزیزی از ما چی نکنه؟ پرسان نکنه. من اونجا که تو را دمیجه دیدم گفتم الله مرا پرسان میکنه. او خو کافر لوده است که پکبر فروش هم است، موبایلک شالان است، خواندن کرده میره تق 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 تق. میگه آدم جاهل و بیدین در سختی های دنیایی احساس جنت میکنه و انسان با ایمان در نعمت های دنیایی احساس سختی و غم میکنه که الله باز مرا محاسبه میکنه. عمر رضی الله عنه میگه قسم به الله هست که اگر در سر کو یک دونه قاطر لول بخورن، الله از ما پرسان میکنه چرا برای قاطر در سر کو راه جور نکرده بودی؟ حال تو فکر بگو که به خاطر تو یک نفر در زندان باشه، به خاطر ظلم تو یک نفر در سختی ها باشه، بسیار مشکل است. و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن و ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا، و ذاتی که ما را چی کرد؟ داخل کرد در دار المقامتی، در جای مقام همیشگی، من فضلی از فضل رحمتش، لا یمسنا که نمیرسد به ما فیها در آن نصب کدام تکلیف، ولا یمسنا و نمیرسد بر ما فیها لغوب در او فیها در آن لغوب کدام ماندگی، والذین و کسانی که کفر و کافر شدن لهم برایشان است نار و جهنم آتش دوزخ، لا یقضى علیهم فیموتوا، باز فیصله نمیشه دیگه بر از اینا که اینا بمرن در دوزخ، باز مرگ نیست، ولا یخفف و تخفیف هم نمیشه عنهم از ایشان من عذابها از عذاب دوزخ، کذالک همچنین نجزی جزای پاداش میتیم کل، اینمی قسم الله میگه ما جزا میتیم کل کفور هر انسان ناسپاس و ناشکر، و هم یستریخون فیها، ای دوزخی ها باز چیغ میزنن فیها در دوزخ، چی میگن؟ ربنا ای رب ما اخرجنا، ما را بیرون کن از اینمی آتش و دوزخ، نعمل صالحا، باز ما اعمال صالحه میکنیم، غیر الذی کنا نعمل، بغیر از اعمالی که ما میکردیم. الله متعال میگه اولم نعمرکم، آیا ما بر شما عمر نداده بودیم؟ ما یتذکر فیه من تذکر، او تو عمر برتان داده بودیم که کسانی که پند گرفتن، درس گرفتن، اونا پند گرفتن. و جاءکم النذیر، و برای شما آمده بود ترساننده، فذوقوا بترسین از عذاب، پس بچشین، فما للظالمین، پس نیست برای ظالمین من نصیر، هیچ نصرت کننده. ان الله یقین که الله عالم الغیب، عالم غیب السماوات و الارض، الله متعال عالم غیب آسمان ها و زمین است، توحید در علم غیب الله. انه علیم بذات الصدور، یقین که الله متعال بسیار با خبر است بذات الصدور، آنچه که در سینه های شما میگرده. هو الذی، او ذاتی که جعلکم خلائف، شما را خلیفه یا قائم مقام گرداند فی الارض در زمین. فمن کفر، پس هر کسی که کافر میشه، فعلیه کفره، جزای کفرش به خودش میرسه. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، ولا یزید، و زیاد نمیکنه الکافرین کافران را کفرهم کفرشان عند ربهم به نزد پروردگارشان الا مقتا، مگر غضب الله را بیشتر سرشان میکنه. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، و زیاد نمیکنه بر کافران کفرشان الا خسارا. قل ارایتم، بگو که آیا شما دیدید شرکاءکم، شریکانتان را، الذین، کسان را که تدعون، شما صدا میکردین، پرستش میکردین، من دون الله، بغیر از الله، ارونی، به من نشان بدین، ماذا خلقوا من الارض، امی شریکا، امی بت‌هایتان، امی قبرهایتان، امی درختایی را که عبادت میکنین، چی را خلق کردن از زمین؟ ام لهم شرک فی السماوات، یا کدام شریک هستند در خلقت آسمان ها؟ ام آتیناهم کتابا، یا برشان کدام کتاب دادیم؟
فهم علی بینة منه که اینا باز بسیار دلیل واضح داشته باشه. بل این یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکه وعده نمیته ظالما بعضشان بعضی دیگرانشان مگر چی؟ غرور. بل از اینا فقط غرور میته. ان الله یقین الله متعال یمسک السماوات والارض ان تزولا، حفظ میکنه آسمان ها و زمین که زائل شوند، از زوال اینا را حفظ میکنن. ولا ان زالتا، باز اگر آسمان زمین زوال شوند، این امسکهما من احد من بعدی، هیچ کس نمیتونه که ایره چی کنه؟ نگه بداره بعد از الله. انه کان حلیما غفورا، یقینا که الله متعال بسیار ذات حلیم است و بسیار چی است؟ مغفرت کننده است. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، یا قسم میاد کردن به الله که ما بسیار سخت قسم خوردن. جهد ایمانهم یعنی قسمای سخت. لئن جاءهم نذیر، که اگر برشان کدام پیغمبری بیاید ترساننده، لیکونن اهدی من احدی الامم، بازیا بسیار هدایت میشن از یک امت کده. فلما جاءهم، الله متعال میگه باز وقتی که برشان آمد نذیر پیغمبر ترساننده، ما زادهم الا نفورا، این زیاد نکرد برشان، چون یا دروغ میگفتن انوز یا نفرتشان بیشتر شد. استکبارا فی الارض، تکبر در زمین، بس خاطر چی که یا تکبر میکردن در زمین. و مکر السیء، و برنامه های زشت جور میکردن. ولا یحیق المکر السیء الا باهلی، هر کسی که برنامه غلط میسازه، ولا یحیق و احاطه نمیکنه یا نمیگیره امی کسایی که برنامه های غلط میسازن مگر اهل خودشه، برنامه زشت خودش. مثل که ما و شما میگیم چاکن خودش در چاه هست. فهل ینظرون، پس ایشان فهل ینظرون، پس آیا انتظار میکنن، یا ما ینتظرون چی نه؟ الا سنت الاولین، مگر امور روش مردمای سابقه را. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، اینا به سنت و روش و شریعت و حکم الله تبدیلی نیست. ظالم الله حتما جزا میته. ولن تجد لسنت الله تحویلا، و هرگز نمیافی به امو حکم و دستور الله تحویلا، یعنی تغییر. اولم یسیروا فی الارض، آیا نرفتن این مردم سیر نکردن در زمین، فینظروا، تا که خوب ببینه کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که عاقبت کسایی که قبل از اینا بود چی است. برین یک دفعه سیل کنین. یک روز ما رفتم در قلابچکان، چند نفر کتم بود، گفتم تو بیا که بریم همین عاقبت ترکی را سیل کنیم. رفتیم که همونجا قبرش است، جغل. حتی شاگرداش که کشته بودن، نه جنازهش کرده بودن، نه ششته بودن، نه کفن کرده بودن، اما تو کلولیش کرده بودن، دمیجا چخ کرده بودش. یک کسی به نام تلون باز قصه کرد، گفت که کشتیم، باز اینم چخش کردیم دمیجا. باز گفت شبکی تخت سنگ میافت نمیشد، یک آیین کلان آوردن در سرش ماندن. الله متعال میگه که اولم یسیروا فی الارض، شما یک دفعه برین در زمین سیر کنین، ببینین که لنین چه شد، مارکس چه شد، انگلس چه شد، فرعون چه شد، شداد چه شد، سرنوشت ابو جهل چی شد، همین دشمنای الله. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که چه قسم بود عاقبت کسایی که قبل از اینا بودن. و کانوا اشد منهم قوه، و از یا که خطرناکتر بودن در قوت خود. لشکر عاد و ثمود و فرعون یاره که میدی یا بسیار چیزا. و ما کان الله لیعجزه من شیء، چنین نیست که هیچ چیزی نمیتونه که الله را عاجز بسازه. هیچ چیز فی السماوات، نه در آسمان ها، ولا فی الارض، انه کان علیما قدیر، یقینا الله متعال بسیار علیم است، بسیار قدرتمند است. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اگر الله مؤاخذه بکنه مردم را با آنچه که اینا کسب کرده، ما ترک علی ظهرها من دابه، یک مخلوق هم در زمین نمیمانه. لکن الله متعال به اساس رحمت خود بر هر کس یک فرصت میته. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، اما مدت یا زمان دقیقی را که تعیین کردن میته برشان فرصت. 6 سال حکومت بکو، 6 سال ظلم بکو، 6 سال قتل بکو، کل زیرا. فاذا جاء اجلهم، باز وقتی که وقتشان پوره شد، فان الله کان بعباده بصیر، باز الله متعال یقینا به بنده های خود بینا هست. باز اونجا عادل و ظالم از یک دیگر چی میکنه؟ جدا میکنه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله